شاید ندانید، اما این ژنرال به ندرت کشورش را ترک می کند و هر بار که این کار را انجام می دهد همیشه با قطار شخصیش سفر می کند. این قطار معمولی نیست. پنجره‌های ضد گلوله تقویت شده، بدنه فوق‌العاده مستحکم و چندین لایه سامانه‌های امنیتی دارد. هر زمان که حرکت می‌کند، دو قطار اسکورت نیز همراه آن هستند. یکی در جلو برای شناسایی تهدیدها و یکی در عقب برای تامین امنیت. در صورت نیاز، یک بالگرد هم از بالا منطقه را پایش می‌کند تا پوشش نظارتی کامل برقرار باشد. در داخل قطار سامانه‌های دفاعی سنگینی نصب شده و حتی در مواقع اضطراری یک بالگرد برای تخلیه فوری در داخل قطار وجود دارد. به دلیل تمام این تجهیزات، قطار بسیار سنگین است و حد اکثر سرعت آن تنها حدود 60 کیلومتر بر ساعت است. ایستگاه‌های اختصاصی نیز برای مسیر آن ساخته شده و هنگام عبور قطار، برق خطوط دیگر موقتاً قطع می‌شود تا امنیت کامل تضمین گردد. این قطار به نمادی از قدرت و شیوه رهبری او تبدیل شده است.